درود دوستان. نوریالله مرادوف باری اول در MMA در قزاقستان دیشب بر ضد بیرژان ارتیلک از قزاقستان آزمایی کرد و متاسفانه با قرار یکدلانه داوران شکست خورد. من محاربه رو تماشا کردم. محاربه الان در یوتیوب هست، شما میتونید اون تماشا کنید و فکر خودتان رو بیان کنید. میشید که همین مساویتیان به قول روسا نیچیا، یا که فکر میکنم که نوریالله مرادوف برتری داشت راوند اول و راوند سوم. متاسفانه مسابقه در قزاقستان بود و داورای قزاق همون ورزشگری خودشان رو کمک کردن و فکر میکنم که دستی اونا بالا کردن. این فکری من بود و به هر حال نوریالله مرادوف باید که تجربه خودش زیاد کند، باید که راستا جنگ کردن رو خوب یاد گیرد. راستا جنگ کردن اونقدر نمیتوند، اما فاصله را حس کردن نمیتوند، یا پیش یا که عقب رفتن زدن همینا را اونقدر حس کردن نمیتوند. به همین خاطر تجربهش کمتره و حریفش اینا رو همش میبینه. یا که وقتی که از پا قپیدن از دوری، همین وقتی که از پا قپیدن برای حریف بر زمین افتاندن از دوری همین چیرا میکنه که حریف اینا میبینه، اینا حس میکنه. همین تجربهش کمتر. این باری اول بود. برای همین فکر میکنم که نوریالله مرادوف تماشا میکنه مسابقه خودش و از این همون چیای خودش اصلاح میکنه، همون خطاهای خودش اصلاح میکنه و در آینده ان شاء الله که دست بالا میشه، چون که او همیشه حاضر 18 سال دارد، جوان است و فکر کنم که آیندهش خیلی خوب میشود. خاطر رسان میکنم که نوریالله مرادوف این پسر جانیبک مرادوف است، سراینده مشهور تاجیک. دوستان فکر خودتان رو در این باره نویسید. چی فکر دارید؟ نوریالله مرادوف برد در همجا یا که باید داد و چگونه جنگید؟ فکرتان رو نویسید و در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یارو یاورتون باد.